برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم دامولای محترم، خداوند نگهبانتون باشد. یک سوال دارم. یکمین زن گیری بیوه باشد ثوابه آیا گناه؟ بیوه باشد ثوابه یا گناه؟ بعضی ها میگوین گناه است. شما چی میگوید دامولای؟ التماس جواب دهید، مهم است. باقی در پناه الله باشید. سلامت باشید برادر عزیز. اکنون یکمین زن برای جوانهایی که زن نگرفتن، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کردند تا اینکه زنی دختر گیرند. اون حدیث هایی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم چون یکمین زن شونه، یعنی زنی نادختر گرفتن، حضرت خدیجه مادرمون از جناب پیغمبر یعنی 15 سال کلام بودن، پیش از جناب پیغمبر 2 شوهر کرده بودن. اون حدیث ها را، یعنی این حدیث هایی که قولی هستند، اینها یعنی رد میکنن. به این خاطر جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر اهل اصحاب وقتی زن گیر میشدن، اونها را امر میکردن که زنهای دختر گیرید. در روایتی که این حدیث طبرانی روایت کرده است که حدیث صحیح است از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه، حضرت می فرمایند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که علیکم بالابکار، گفتن ای جوانها شما زنی دختر بگیره. بیکر گفته یعنی زنی که شوهر نکرده است، حال دختر است، اونا بیکر میگوین مردم عرب. جناب پیغمبر گفتن شما زنهای دختر بگیره، یعنی زنهای شوهر ناکرده بگیره. فانهن انتق ارحاما و اعذب افواها، زیرا اینکه دخترها رحم پاکیزه دارن، یعنی رحمهاشون وقتی زن شوهر ناکرده باشه خودش هم خوابگی کرده در حال یعنی کودک قبول میکنه، رحم پاکیزه و تازه دارن اونها، گفتن جناب پیغمبر. و زبان شیرین دارن، زبانهاشون زبان شیرین است، یعنی زبانی گبگردانی و زبانی بد ندارن، زبان شیرین دارن جناب پیغمبر گفتن. و اقل خبا و ارضا بالیسیر، و اینها کم یعنی سخنهای بد و سخنهای ناراحت کننده میگویند. دخترهای یعنی زنهای دختر یعنی شوهر ناکرده سخنهای ناراحت کننده و سخنهای آزاردهنده پیغمبر بزرگوار گفتن کم میگویند. و راضی میشوند به اندک، یعنی به اندکی اونها شوهر ندیدن، یعنی همخوابگی به دیگر مرد ندیدن، هرچند اگر شما چند قوت داشته باشه، حرکت داشته باشه، به همو به شما عادت میکنن و راضی میشوند. مثلا اگر شوهر یعنی یکمشون نسبت به شوهر دوم یعنی به قوت رنگ باشه و از حساب همخوابگی قوتش زیادتر باشه، شاید در دیگر شوهر یعنی راضی نشه. به این خاطر جناب پیغمبر گفتن که و ارضا بالیسیر، به اندک یعنی اینها راضی میشوند. به این خاطر جناب پیغمبر تاکید کردن که یعنی زنهای دختر گیره، دختر گرفتن برای یعنی جوانها بهتر است. در روایت دیگر که این حدیث نسائی روایت کرده است از حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه، می فرمایند که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدند که یا رسول الله ای النساء خیر، گفتن یا رسول الله بهترین زن کدام زنها هستند، یعنی بهترین زنهایی که برای همسر میگیرند، برای همسر گرفتن یعنی انتخاب میکنن جوانها کدام زنها هستند. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که خب التی تسره اذا نظر و تطیعه اذا امر ولا تخالفه فی نفسها و مالها بما یکره. تن بهترین زنها همون زنهایی هستند که یعنی خرسند میکنن شوهرهاشون، یعنی خوشحال میکنن شوهرهاشون هر وقتی به سوی اونها نظر کردن، یعنی زنهایی که همیشه چهره اونها برای شوهر کشاده هست، همیشه در خدمت شوهر، در راضی کردن شوهر، در احترام شوهر یعنی قائم هستند. این چنین زنها گفتن بهتر هستند و اطاعت میکنن شوهرهاشون هر وقتی که شوهر به سوی اونها امر کرد، هر وقتی که امر کرد اطاعت میکنن و مخالفتی نمیکنن، یعنی زیدیگری نمیکنن برای شوهرهاشون در نفس خودشون و در مالشون به آنچه که یعنی انسان ناراحت میکنه، یعنی همیشه در خدمت و در اطاعت شوهر تسلیم و راضی هستند. بهترین زنها همون زنها هستند. به همین خاطر جناب پیغمبر وقتی علیکم گفتن در روایت اول این تاکید است، تاکید کردن که جوانها
بهتر می شود که یعنی زنی یعنی دختر گیری، گفتن پیغمبر بزرگوار. اما دخترهایی که شوهر کرده هستند اونها را بهتر، جوانهایی که زن گرفتن جدا شدن اونها گیرن براشون بهتر است. اما جوانهایی که زن نگرفتن برای اونها جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بهتر یعنی زنی دختر گیری. خب برادری عزیز سوال کرده السلام علیکم دوستان محترم، در همین سوال من روشنی اندازه درباره خوش اخلاقی یک چیزی می گفتید. امروزها مردم بسیار بد اخلاق شده اند. خب دائما سخنهای قبیح و بد می گویند. اکنون برادر عزیز اخلاق یعنی خصلت و اخلاق انسانی یعنی اسلامی این یک کاری هست که الله رب العالمین پیغمبر بزرگوار من و شما را وقتی در قرآن وصف کرد، رب العالمین گو و انک لعلی خلق عظیم، گو ای محمد صلی الله علیه وسلم تو دارای اخلاق بزرگی هستی، یعنی تو یک نمونه بزرگ، یک عبرتگاه خوبی هستی. از حضرت عایشه مادر پرسیدن، گفتن ای مادر آیا پیغمبر بزرگوار چه اخلاق داره که خداوند او را در قرآن وصف کرد که دارای اخلاق بزرگ است؟ حضرت عایشه مادر گفتن اخلاق جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این قرآن است، یعنی سراسر قرآن. پیغمبر بزرگوار یگان قدم از گفته قرآن بیرون نمیموندن. یعنی بسیار اخلاق و یعنی معامله و مناسبت خوبی داشتن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. و خداوند برای ما امت در قرآن امر میکنه، دستور میده و میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما ای امت های اسلام در رسول الله یک اسوه، یک عبرتگاه، یک نمونه خوبی هست. شما باید یعنی به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خود را مانند کنید در ادب و اخلاق، یعنی در رفتار و کردار، معامله و مناسبت باید محمد گونه باشه. چه نوع شاعرم گفته شاخه از شاخزار مصطفی، گل شو از باغ و بهار مصطفی، از بهارش رنگ بو باید گرفت، بهره از خلق او باید گرفت. انسان باید یعنی رفتار و کردار و اخلاق محمدی داشته باشه. به این خاطر اخلاق جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سراسر قرآن بود، خوش اخلاق بودن. یعنی در روایت میگه که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، منظور و مقصد از بعثت پیغمبری من، پیغمبر بزرگوارتان به خاطر این است که بد اخلاقی را از جامعه دور بگردانم و مردم خوش اخلاق بگردانم. و درباره ثواب اخلاقی خوش پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم بسیار یعنی در روایت ها زیاد وصف کردن. در روایتی که این حدیث امام ترمذی روایت کرده است از حضرت ابی دردا، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میفرمایند که ما من شیء اثقل فی المیزان، فی المیزان المؤمن یوم القیامه من حسن الخلق. گفتن هیچ یگان چیزی در روز قیامت وزن ثوابش وزنینتر از ثواب خوش اخلاقی نیست. یعنی از همه ثواب وزنین در ترازوی قیامت، در روز قیامت پیغمبر بزرگوار گفتن این ثواب چی است؟ ثواب اخلاقی خوب است، ثواب خصلتی خوب است. انسان خوش یعنی خصلت، خوش رفتار، خوش معامله و مناسبت است. از همه ثواب وزنینترین در ترازوی قیامت ثواب اخلاق همین انسان پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن. و در روایت که این حدیث هم ترمذی روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنه، پیغمبر بزرگوار گفتن که یا رسول الله از همه زیادتر چی چیز مردم سبب میشود که داخل جنت میشوند، سبب داخل کردن جنت برای مردم از همه زیادتر چی چیز میشود؟ پیغمبر بزرگوار گفتن تقوی الله و حسن الخلق. گفتن یکمش تقوا خدا ترسی، دویمش خوش اخلاقی. یعنی اخلاق و تقوا اینها سبب داخل شدن جنت برای شخصیت مؤمن می شود. در روایت دیگر که این حدیث هم حدیث ترمذی است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. گفتن بهترین مؤمن ها، کامل ترین مؤمنی که ایمانش کامل است، کامل ترین ایمان مؤمن همون شخصیتی است که یعنی اخلاق خوب داره. از همه مؤمنی کامل ایمان کامل در شخصیتی است که او اخلاق خوب داره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن.
در روایت دیگر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند، این حدیث ابو داوود است، از حضرت عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها روایت شده است که حضرت می‌فرمایند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حضرت من شنیدم که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجه الصائم القائم. گفتن پیغمبر بزرگوار که شخصیت مؤمن از روی خوش اخلاقیش در روز قیامت درجهش برابر درجه شخصیت می شود که روز تا بگاه روزه گرفته است، شب تا سحر عبادت کرده است. یعنی انسانهای عابد، انسانهای صالح، انسانهای زاهد، شخصیتهای خداپرسته که شب تا سحر عبادت میکنن و روز تا بگاه روزه میگیرند، در غیر رمضان، البته رمضان در نظر نداره، انسانهایی که همیشه کارشون عبادت است، پیغمبر بزرگوار گفتن درجه انسانی یعنی خوش اخلاق در روز قیامت برابر همین انسان ها میشده است. انسان روز تا بگاه عبادت کرد و روز تا بگاه روزه گرفت، شب تا سحر عبادت کرد. حتی در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث ترمذی روایت کرده است از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا. گفتن از همه دوست داشته ترین شما، از همه نزدیکترین شما به سوی من، یعنی همنشین های من در روز قیامت، شخصیت هایی هستند که در دنیا خوش اخلاق هستند، یعنی اخلاق خوب دارن. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن از همه خوش، یعنی نزدیکترین، از همه قریبترین، دوست داشترین شما در روز قیامت هم شخصیت ها هستند، انسان هایی که اخلاق خوب در دنیا دارن. به این خاطر باید که شخصیت مسلمان اخلاقش اخلاق حمیده باشه، اخلاق خوب داشته باشه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حکایت ها هستن که یک روز ابتدای پیغمبریش بود، در مکه بودن، قد کوچه برآمدید، پیرمردی سال رفته، قامت چنگ زده، عصای در دست داره، در دستش یک خلطه بار است، برداشته و پشت کرده نمیتونه، در زمین کشان کشان میبره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم نزدش آمدن، گفتن اون ما، گفتن ای مادر بیا من تو یاردم کنم، بیا بارتا به منزلت ببرم. اون شب و روز میگه احترام کلان سالها نبود، جوانها کلانها را یاردم نمیکردن، ادب و اخلاق و احترام از جامعه دور شده بود، حیات انسانی از بین رفته بود، حیات حیوانی در جامعه آمده بود. این پیرزن وقتی دید جناب پیغمبر که نزدش آمده است، البته را نمیشناخت، نزدش آمده است، میگه بیا مادر یاردم کنم، بیا بارتا به منزلت ببرم. میگه این پیرزن در حیرت افتاد، حیران شد که چنین جوان در این سین ساله که ادب و اخلاق چقدر پس شده است، میگه بیا مادر من ترا یاردم کنم. بعد از اون مادر گفت فرزند من یاردم میکنه؟ گفت بله مادر من ترا یاردم میکنم. بعد از اون میگه خلطه اون پیرزن گرفت، جناب پیغمبر پشت کرد، همراه این زن صحبت کرده میرفتن، به پس در زن رسیدن. زن گفت فرزندم بگذار اینجا بگذار، گفت من خودم میدرارم. پیغمبر بزرگوار گفتن نه مادر، این خیلی وزنین است، جای یعنی انجامی همون بارها تا برای من بگون، دیگه جایی را گذاشتن در کار تا اینکه اونجا گذارم. این شخصیت میگن نشان داد. جناب پیغمبر این خلطه را برد گذاشت. بعد از اون این زن یک جمله براش گفت فرزندم، البته نمیشناخت جناب پیغمبر، گفت فرزندم در برابر این خدمتی که در حق من کردی، من ترا گفت یک نصیحت مادرانه میکنم، یک نصیحت مادروار، چی نه که مادر فرزند نصیحت میکنه، این چنین گفت من ترا نصیحت میکنم، همین نصیحت من گفت حلقه گوش کن، همین نصیحت من قبول کن. پیغمبر بزرگوار گفتن بگذار مادر، هر چی میخواهی بگو. گفت فرزندم در همین مکه ما به نام محمد گفتنی شخصیت برآمده است، دعوای پیغمبری داره، وای دیوانه هست گفت، وای جادوگر است، وای فریبگر است گفت. یکی دردامی همون نفتی، تو اینقدر دلی برحم و دلی نرم و ملایم داری، در دامی همون نفتی طرف فریب کنه، از دین بابی و اجداد رو بگردانی و دین هم قبول کنی. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم با سوش گفتن ای مادر، گفتن همون محمد من هستم، همون محمد که تو میگوی دیوانه هست، دروغگو هست، فریبگر است، جادوگر است، همون من هستم. گفت وقتی اون زن میگه این سخن از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فهمید، لال در جاش راست ماند، گو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. گو شهادتی میدیم که غیر از الله دیگر معبود و خدای وجود نداره، و شهادتی میدیم که تو پیغمبر خدا هستی. در اصل
این یعنی اخلاق و ادب که تو داری، این اخلاق و ادب و این رفتار و کردار رسالت و نبوت است. در اصل تو را ذات تربیت کرده است که مربی و تربیتگری حقیقی و واقعی است. این زن از روی دعوتش قبول نکرد، اما از روی اخلاقش تسلیم بود که یعنی جانش فدا کند. دیگر لال مان، ناعلاج کلمه را گفت و ایمان آورد. در اصل پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم چنین اخلاق داشت. من و شما هم برادران عزیز بزرگوار من اگر اخلاق محمدی داشته باشیم، من و شما هم اگر اخلاق خوب داشته باشیم، ان شاء الله رب العالمین غیری ها وقتی ما را دیدن از ادب و اخلاق ما به جان و دل اسلام قبول میکنن. اما متاسفانه امروز ما مسلمان ها در قصد جان همدیگر افتاده ایم، همدیگر را جدا کردیم، قبیله به قبیله، گروه به گروه، عقیده به عقیده، رویه به رویه از همدیگر رو گرداندیم، در حق همدیگر دشمن و در خون همدیگر تشنه شدیم. امروز ببین که همه از ما نفرت دارند. وقتی یک کس میگوید مسلمان، در نظر مردم چی مینماید؟ یک انسان بدرفتار، جدا کننده، تفریق انداز، ویران کننده. یعنی نسبت به مسلمان و نسبت به اسلام گمان بد داره. به چه خاطر؟ به خاطری که امروز ما مسلمان ها خوش اخلاق نیستیم. به این خاطر ما امروز فریبگر، خیانتکار، تهمتگر، فتنه انداز، تفریق انداز شدگیم. اگر ان شاء الله ما دوباره ادب و اخلاق مون خوب کنیم، ان شاء الله این غیری ها بجان و دل اسلام ما را قبول میکنن. برادران عزیز بزرگوار، البته را خوش اخلاقی هم این خودش یک نوع دعوت است. اخلاقی خوش این یک دعوتی است که مردم به سوی خود، به سوی دین خود، به سوی عبادت و خداپرستی خود انسان دعوت میکنه. به همین خاطر خواهش میکنم برادران عزیز بزرگوار که حرکت کنه که خوش اخلاق باشه، ادب و اخلاق خوب داشته باشه. برادران عزیز بزرگواری من، خب برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، خب ما یک داملا داریم، وقتی امر معروف کند دائما سخت میگوید، مردم را گریزان کرده است. خب دائما با غضب گپ میزند. آیا امر معروف باید چنین باشد که دائم سخت بگویی؟ التماس داملا در همین مسئله یک چیزی میگفتید. اکنون برادران عزیز، در اصل بعضی از گوینده ها، بعضی از واعظ ها احساساتی هستند. هنگامی یعنی موعظه هاشون حالت میشه ما هم سخت میگوییم. در اصل انسان باید چنین نباشه. سخت یعنی موعظه که دلخراش است و موعظه که انسان ناراحت میکنه و نفرتناک میکنه، انسان باید چنین نباشه. رب العالمین برای ما انسان های گوینده ها، خصوصا برای انسان های داعی هستند، واعظ هستند، نصیحتگر هستند. رب العالمین میفرمایند که استعیذ بالله ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. رب العالمین میگه مردم دعوت کنه به سوی راه پروردگارتون به حکمت و به موعظه خوب. این در سوره نحل آیت 125 است. رب العالمین میگه مردم دعوت کنه به سوی راه پروردگار، یعنی مردم به سوی عبادت و فرمانبرداری و اطاعت و یعنی بندگی پروردگار دعوت کنه به حکمت. حکمت اینجا مفسرها علم قرآن گفتن. حکمت چند نوع یعنی تفسیر کردن، تحلیل کردن، معنا کردن. گفتن یک معنای حکمت این است که انسان هر جایی که رفت موافق حالت همون مجلس صحبت داشته باشه. مثلا وقتی ما یک مراسم جنازه می رویم، باید درباره مرگ و مردن و درباره حالت یعنی تعزیه و همدردی بیان کردن صحبت داشته باشیم. وقتی که محفل و مجلسی رفتیم که اونجا توی است، باید درباره یعنی نصیحت زن و شوهر، معامله و مناسبت زن و شوهری، ادب و اخلاق، احترام زن و شوهر، باید پدر و مادر چه خیلی مناسبت داشته باشن، چه نوع احترام کنن، باید در این باب صحبت داشته باشیم. وقتی ما رفتیم محفلی که عقیقه از شخصیت فرزنددار شده است، در اونجا باید درباره تعلیم تربیت فرزند صحبت داشته باشیم. جایی رفتیم که در اونجا مثلا یک خیر و سخاوت از شخصیت یک جوانمردی کرده است، سخاوتمندی کرده است، در اونجا باید درباره فضیلت ثواب سخاوتمندی صحبت داشته باشیم. یعنی هر محفل مجلسی که رفتیم موافق مناسب به هم محفل مجلس، هم حالت مردم باید صحبت کنیم. بعضی از مفسرها گفتن حکمت همین است، یعنی انسان باید حکیم باشه، عاقل باشه، یک نوع یعنی صحبت کنه که والموعظه الحسنه دوام آیت است، موعظه خوب داشته باشه. موعظه یعنی سخنرانی دلنشین داشته باشه، سخنهاش دلخراش نباشن، کاری نکنه که مردم یعنی از
یعنی دعوت این ناراحت شوند، چقدر سخنی نرم، سخنی یعنی شیرین خوب داشته باشه. حتی روایت ها هستند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که در وصف جنت صحبت میکردن، اهل اصحاب میفرمایند که ما احساس میکردیم که در جنت هستیم. هر چیزی را که وقتی پیغمبر بیان میکرد ما میگه احساس میکردیم که ما دیده سادیم و که از اون استفاده برده سادیم. چقدر زبان شیرین داشتن، چقدر یعنی دعوت خوش داشتن. البته حالتی بود پیغمبر بزرگوار غضبناک میشدن، سخت میگفتن، اما اکثرا صحبت هاشون یعنی چقدر نرم و خوب بودن. به این خاطر شخصیت واعظ نباید که سخت گوینده باشه. در اصل از این که امروز در این شب و روزی ما سخت میگوییم، از این در چقدر نرم و ملایم و یعنی رشد خوب صحبت کنیم، انشاءالله که زیادتر طلبگار و گوش کننده میابه. چون که امروز یک شب و روزی است که فرزند نصیحت پدر هیچ گوش نمیکنه. به این خاطر انسان گوینده باید حرکت داشته باشه که چقدر یعنی با آداب رشد و ملایم صحبت کنه. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم ما را نصیحت کردند گوینده ها را. این حدیث متفق علیه هست از حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه، هم بخاری هم مسلم این حدیث روایت کردند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم تن یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، تن شما مردم چقدر آسانگیری کنه، سختگیری نکنه، مردم سخت نگویه، بد نگویه، چقدر آسانگیری برای مردم کنه، راههای آسانی را، و برای مردم بشارت دهه و مردم ناراحت نکنه، مردم یعنی نفرتناک نکنه از شریعت. بشارتی به جنت بگو گناهگار هستی، توبه که خدا گناهی تو را میبخشه، هرچند اگر گناهی تو یعنی زیادم باشه. رب العالمین میگه که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، از رحمت خدا ناامید نشه، خداوند جمع گناههای تو را میبخشه. حتی در روایت گفتن اگر گناهی تو روی زمین پر کنه، بلندیش به آسمان برسه، نزد من توبه کردی گناهات میبخشم، پروایی ندارم. یعنی مردم بشارت بده، مردم چی قدر به سوی اسلام دعوت کنه، بکشانه و نگویه که تمام تو دوزختی شدی، خدا تو را نمیبخشه، تو در دوزخ حتما عذاب میکشی. چنین مردم یعنی ناراحت نکنه، مردم یعنی ناامید نکنه، امید کنده نکنه. و این خاطر انسان گوینده حتما باید چی باشه؟ حکیم باشه، یعنی سخنهای حکیمانه، سخنهای و موعظه خوب داشته باشه. هر کسی باشه گوینده ها خواهش میکنیم که سختگویی باید نداشته باشن. خب برادری از سوال کرده که السلام علیکم داملای مهربان، یک دو سوال دارم جواب دهید. یکم، زن حیض بیند روزه اش را نخورد، روزه می شکند یا نخورد گناهکار می شود، چی باید کند؟ اکنون برادر عزیز، زنی که وقتی کسل زنانه شد حیض دید و دیگه روزه گیره نگیره، روزه وی فاسد شدگی است، شکستگی است. یعنی نخوره هم براش یگان ثواب و فایده از اون روزش نیست، چون که خداوند برای اون امر کرده است که شما در حالت کسل زنانه در حالت حیضتون روزه نگیره. اگر روزه هم گیره از اون روزهشون یعنی ثواب نمیگیره. برادر عزیز بزرگوار، خب برادر عزیز سوال کرده که دویم سوال، دندان شستن با زبنای روزه یا طهارت میشکند؟ خداوند از شما راضی باشه دامنای محترم. اکنون برادر عزیز به زبنای ها دندان، یعنی با این پسته هایی که هستن، یعنی با اون صابونک هایی که در شاتکه میگیری دندون میشوی، و اینها دندون شستن در حالت رمضان مزه و یعنی دهان میمونه، مکروه است. یعنی روزه انسان فاسد نمیشه و مکروه میشه. اما در حالت دندان شستن اگر همون آبی هوای سوی یعنی گلو فرو بره، در حلق انسان بره، روزش فاسد میشه و میشکنه. البته فقها نهی کرده، معنی داشتن از این چیزها استفاده بردن در روزانه. در شب ضرر نداره، بعد از اینکه افطار کردی بیگاه میتونه که به این زبنای ها دندان ها را شویی و در روزانه معنی است مکروه است. و طهارت انسان چه برادر پرسیده که هم روزه و هم طهارت. طهارت انسان البته وقتی با اون شاتکه ها دندان که شستی، یکی از یعنی نزد دیدن از ویخی دندان ها خون برای یا اینکه زرداب برای، البته طهارت انسان میشکنه. بهترش که انسان دندان هاش شست از سری نو یعنی طهارت کنه. برادر عزیز، خب چه برادر عزیز سوال کرده که اکا جان، من طلبه مکتب تراویح نمیخوانم در جماعت، من خودم نماز تراویح خوانم ممکن است؟ بله دادر عزیز، انسان میتونه شخصیت
تنها گذارم میتواند که در خانه در حالت تنهایی تراویح خونه. متاسفانه امروز اکثر مردم تراویح نمیخونند. یک دو روز پیش قطعی همراه چند برادر ما صحبت کردیم، گفتن ما تراویح نمیخونیم به خاطری که در مسجد نیست. اونا شاید فکر میکردن که تراویح فقط در جمعیت باید در مسجد باشه. انسان میتونه که در خانه در حالت تنهایی تراویح خونه. در دور جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تراویح جماعت نبود، تنها میخوندن. اما در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی حضرت دیدن که یعنی نماز تراویح از جامعه رفته ایستاده است، بعد از اون حضرت مردم جمع کردن، یکی از اونها را یعنی امام گذاشتن، امر کردن که 20 رکعت خونه. یعنی که طاقه خواندن در خانه هم، یعنی تنها خواندن نماز تراویح در خانه هم درست است. انسان باید بخونه. انسان باید خودش از ثواب این شب زنده داری شب‌های رمضان محروم نگردونه. برادر عزیز بزرگوار، اینجا برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم، من از شهر قزاقستان من سوال دارم. خب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو صلوات چه خیل گویم؟ التماس جواب گوید. خب برای جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برادر عزیز صلوات گفتن. این صلوات هایی که در نماز میخونیم، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اینا صلوات هستند. یا اینکه وقتی نام جناب پیغمبر را شنیدیم صلی الله علیه و سلم میگوییم، همین ها صلوات هستند. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، اینا صلوات هستند. وقتی نام جناب پیغمبر را شنیده حتما صلوات گویه. یا اینکه به این هم هر انسان میتونه که هر روز یعنی برای پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم صلوات گوید. چون که پیغمبر بزرگوار گفتن که هر انسانی که اگر برای من یک صلوات گوید، خداوند برای او 10 صلوات میفرستد، یعنی 10 رحمت میفرستد. خداوند 10 گناه او را محو و نابود میکند، در جاش 10 ثواب مینویسد. یعنی درباره فضیلت صلوات حدیث ها زیاد هستند. صلوات ها همین هستند برادر عزیز. اللهم صل علی اللهم بارک علیه که در نماز ها میخونیم. اینجا برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، از یاد کردن سوره ها و خواندن قرآن با زبان تاجیکی از روی تلفن به طهارت ممکن است؟ ما در حق شما دعاگو هستیم. سلامت باشه برادر عزیز. خب خواندن قرآن از روی تلفن ها که امروز اکثر مردم یعنی در تلفن هاشو قرآن دارن، وقتی انسان به طهارت باشه البته یعنی ورق زدن نمیتونه. همینم یعنی دست در بالا اکران تلفن میگذاری و میکشی کو. اگرچه به حرف کریلی هم باشه انسان حق نداره که اون هایت ها را قپه، اما تلفنش گریان کرده و در روی اکران آوردن برای او اجازت درست است. میتواند در اکران یعنی بیاره و از پس اکرانش قپیده خواندن گیره. اما بالای اکران همون تلفن یعنی به دستش قپیده و ورق زدن نمیتونه، چون که به طهارت قرآن قپیدن معنی است. خداوند در قرآن در سوره واقعه میفرماید که لا یمسه الا المطهرون. تا قرآن قپیده نمیتوانند مگر انسانهای به طهارت، یعنی انسانهای طهارت دار. قرآن انسان به پای به طهارت قرآن قپیده نمیتونه. برادر عزیز شما میتونه که در اکران گذاره و بخونه، اما ورق زده از روی اکران نمیتونه. برادر عزیز بزرگوار، خب جا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم. خب حضرت سوال، هر یک نفس چشنده مرگ است. فرشته ها نفس دارند که یگان روشنی اندازید التماس. بله برادر عزیز، تمامی نفس شربت مرگ میچشه. البته ملائکه ها هم شربت مرگ میچشند. ملائکه ها هم آخر میمیرن، ملائکه هم در دنیا باقی نمیمونن. حتی حضرت عزرائیل ملک الموت هم شربت مرگ میچشه. در روایت های جناب پیغمبر در حدیث های پیغمبر آمدگی هستند. تمامی کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. هر چیزی که در دنیا هست فنا می شود، نابود می شود. در دنیا چیزی باقی نه، فقط ذات الله. به دنیا دل مبند ای یار که دنیا زار می ماند. همه کس می رود یک خالق جبار می ماند. در این دنیا فقط الله باقی می ماند. ملک الموت هم حتی حضرت عزرائیل علیه السلام هم شربت مرگ رو می چشه. برادر عزیز بله، تمام ملائکه ها، تمام جن ها و انسان ها شربت مرگ می چشن. برادران عزیز بزرگوار، خب چه برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، در وقت نماز جماعت خواندن امام سجده سهو کند، آدمی که از پسش نماز میخواند باید سجده سهو کند یا نه؟ بله برادر عزیز، وقتی که در گردن امام سجده سهو واجب شد
وقتی الله اکبر گفت سجده سهو به سوی سجده سهو رفت، برای قوم هم در گردنشون واجب میشه که سجده سهو کنن همراه امام. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته داملا جان. خب شما را از برای الله دوست می‌دارم. سوال: نماز تراویح را قضا خوانده می شود؟ خواهش جواب گردونید. اکنون برادر عزیز، خداوند در برابر این محبتتون برای شما اجر ثواب نصیب گردانه. لقد احبک الذی احببتنا فیه. به خاطر این محبتتون هم خدایی که یعنی به خاطرش من دوست می‌داره هم پروردگار شما را دوست بداره. و سوال شما که آیا نماز تراویح قضا خوانده میشه یا نمیشه؟ نه برادر عزیز، نمازهای سنت قضایی ندارن. مثلا نماز تراویح قضایی نداره، اما بعضی از فقها، بعضی از یعنی علمای دین گفتن که انسان در شبهای یعنی مثلا یعنی یک شب تراویح نخوانده است، در شبهای دیگرش میتونه که قیام لیل کنه، یعنی همونها را نیت کنه، همچون یعنی شب زنده داری شبهای تراویح بخونه. ان شاء الله که از خداوند امید است که از ثوابشو محروم نمیمونه. اما در روایت ها نه آمده است که انسان باید که نماز تراویح قضا خونه. قضایی نداره برادر عزیز بزرگوار. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت، ما می توانیم فطر روزه امان را خب به اپه ها یمان تیم درست است یا نه؟ و از پدر و مادرم را نیز می شود؟ خب ساده کرده فهمانید، رحمت خداوند بر شما باد. برادر عزیز، بله، شما خودتون از زنها و فرزنداتون می توانید که صدقه فطرتون به اپه ها و خواهراتون یعنی دهه. اما صدقه فطری پدر مادرتون به شرطی که ویها شما را گویند که صدقه فطری ما را ادا کنه، یا اینکه شما او را گویید که پدر جان مادر جان من صدقه فطری شما را ادا میکنم، یعنی میدهم، از گردن شما ساقط است، شما یعنی صدقه فطر ندهه. در صورتی که اونها شما را امر کنن، اونها بدانن راضی باشن، در این صورت صدقه فطری پدر مادر را داده میتونه. اما صدقه فطری پدر مادر به اپه ها و خواهراتون داده نمیتونه، چون که پدر و مادر در فرزند صدقه های واجبه را ادا کرده نمیتوانند. صدقه فطر یعنی در فرزنداشو داده نمیتونند. صدقه فطری پدر و مادرتون شما در دیگه شخصیت داشته، یگان همسایه و یگان نزدیک کم بغل محتاج داشته باشه، در اونها تیه. اما صدقه فطری ختانه و فرزنداتون میتونه که در اپا و خواهراتون یعنی ادا کنی برادر عزیز. خب اینجا خب خواهر اسلامی والله اعلم، یک خواهر اسلامی سوال کرده: السلام علیکم داملای شیرین سخن، من یک خواهر اسلامی شما، اپای مرا شوهرش در پیش من طلاق کرد. خب کردک آزیر باشه چند سال یک جایه به نکاح زندگی میکنن. افسوس من اپاما میگم خب میگه تو کاردار نشو خب به زندگی من میتوانم به پدرم گویم تا که پدرم درکدار نیست. ای زندگی حرامی اپام، التماس داملا جان مهم است گویید من چیکار کنم؟ خاموش بیستم خب به هیچ کس نگویم گناهگار میشوم نزد خدا. بله خواهر محترم، شما باید خاموش نیسته. وقتی اونها شاید اگر یک طلاق و دو طلاق باشه، شاید و یعنی یزنه شما شوهر اپتون برده نکاح کرده باشه، تحقیق کنی، پرسپوس کنی. اما اگر 3 طلاق باشه و وقتی با دوباره زندگی دارن، در این صورت شما حتما پدرتون خبر کنه، چون که زندگی ویها حرام است. اگر اونها کودک به دنیا بیاد، از اونها یعنی کودکای اونها ولد زنا هستند، حرامی هستند، در این صورت حتما باید شما پدرتون خبر کنه که این حادثه واقعا در اپتون گذشته است. حتما باید براش گوی، یعنی خواهر اسلامی باید خاموش نایسته. اگر خاموش استه، حتما در قیامت در نزد خداوند جوابگر میشه. به این خاطر باید شما حتما این خبره یعنی در پدرتون رسانه. شاید اول ابتدا پرسه، شاید نکاح اگر یک طلاق و دو طلاق کرده باشه میبره، یعنی یگان ملا را فریاد میکنه نکاحشون میکنه. یا اگر 3 طلاق باشه، این صورت دیگه نکاح نداره، شما حتما در پدرتون خواهر محترمه خبر کنید. خب چه برادری از سوال کرده: سلام علیکم داملا، یک سوال داشتیم. داملا ما در استانبول قرار داریم، نماز تراویح میخونیم، خب لیکن پیش دورامان سیگارت میکشه، چیکار کنیم؟
خانم نماز یا نه؟ التماس جوابش رو انتظاریم. یک مخلص شما دونا. اکنون برادر عزیز وقتی که امام شما سیگارت میکشه و امام شما یگان کار گناه دیگر میکنه، در این صورت اگر یگان امامی پرهیزگار و خدا ترس دیگر باشه بهترش از قفای نخونه، رفته از قفای وی خونه. ولکن دیگر اگر امام نباشه و فقط یک جماعت باشه، در این صورت شما میتونی نمازهاتون خواندن گیری، خود رو از ثواب جماعت محروم نگردونه. در عقیده ما اهل سنت و الجماعه همین است که فقه اکبر، عباره فقه اکبر که یجوز الصلاه خلف کل برین و فاجرین، درست میشه و خواندن نماز از قفای کلی نیکوکار و بدکار. یعنی عقیده اهل سنت و الجماعه می است که از قفای تمام نیکوکار و بدکار جماعت نماز خواندن درست است. اما او ثوابی که از قفای یک انسان صالح خوب انسان نماز خونده ثواب گیره، او ثواب از قفای انسان فاسق، انسان گناه کننده انسان نمیابه. اگر دیگر شخصیت توانه خودتون پیش داره، نتوانه، اگر امام مسجد باشه بهترش یگان جماعت دیگه پیدا کنه اوجا خونه. اگر نشد دیگه جماعت نباشه، شما میتونه که دائم جماعت یعنی نمازاتون خواندن گیره. برادر عزیز، خب برادر از سوال کرده سلام علیکم استاد عزیز، خب من در شهر روسیه کار دارم، من زکاتم را با روبل روسی با تاجیکستان روان کنم یا با سامانی؟ با احترام منم خلیص شما. اکنون برادر عزیز وقتی که شما نصاب زکات نه جدا میکنه با پول روسی جدا میکنه، وقتی روان کرده یعنی فرستاده به تاجیکستان، اونجا فرق نداره دیگه چی با سامانی گیرن یا چی با روسی گیرن، همون سومی که شما روان کرده همون سوم باید گرفته. چی قدره که شما مثلا کورس اگر در تاجیکستان چند سومه که باشه، همون سوم یگان یعنی یگان تینش یگان سومش کم نکرده گرفته باید که زکات شما را ادا کنن. فرق نداره پول روسی هم باشه، وقتی در تاجیکستان میده کنن سامانی تیان از گردن شما ساقط میشه. چی به روسی ادا کنه زکات نه چی یعنی به سامانی از گردن شما ساقط میشه. برادر عزیز، خب جا برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای محترم، سوال ما چنین است: نماز قضایی را پوره میخوانیم یا که دو رکعتش را به سوره و دو رکعت دیگرش به سوره؟ التماس جواب شما را انتظاریم. برادرای عزیز، نماز قضایی چی نوعی که وقتی است همون خیلی است. مثلا این نماز پیشین وقتی قضا کردی دو رکعتی که یعنی انا پیش از قعده هست، این دو رکعت به سوره است، دو رکعتی بعدش به سوره است، چی نوعی هست همین خیلی میخونه. او انسان هایی که یعنی هر 4 رکعت باید به سوره بخونن، مثلا شخصیت هایی هستن که 1 ساله و 2 ساله مثلا 3 ساله قضاییشون خواندن، قضایی 3 ساله نماز قضایی خواندن، دو گمانه هستن، دو فکره هستن که آیا قضاییاشون بود شدن یا نشدن. اونهایی که یعنی دو گمانه هستن، بعد از اونها در همین صورت یعنی وقتی قضا خوندن هر 4 شب باید که به سوره خونن. اگر یعنی قضاییاشون بود شده باشه این نمازشون نفل میشه. اما وقتی انیق انسان بدونه که قضاییش بود نشده است، مثلا 1 ساله 2 ساله قضایی داره، در این صورت در این حالت چی نوعی که وقتی است همون خیل یعنی 2 رکعت اولش به سوره، 2 رکعتش به سوره میخونن. برادر عزیز بزرگوار، خب چه برادر از سوال کرده سلام علیکم داملای محترم، خدا از شما راضی باشد. درباره شب اول عروسی کمی میگفتید، زن را باید چی طور تربیت کنیم داملا جان؟ خیلی دوستت میدارم، باور کن. سلامت باشی برادر. از شب اول عروسی البته در روایت های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هستن که انسان وقتی همراهی یعنی عروسش در اون خانه عروسی وقتی که داخل شد، ابتدا یعنی پای به طهارت باشند، 2 رکعت نمازی نفل بخوانند، بعد از نماز دستا را بردارن دعا کنن، پروردگارا بگن این زن برای من مبارک بگردان، پروردگارا از این زن برای من نسل صالح و صالحه و خوب به دنیا بیار. و درباره یعنی اخلاق ادب هم دیگر دعا کنن، از خداوند طلب کنن که پروردگار این حیات ما را حیات خوشبختانه بگردان. بعد از دعا کردن باید همراهی هم دیگر نشینن، باید همسرش یعنی نصیحت کنه، گویا که اکنون از این روز پس تو رفیق حیاتی من شدی، محرم رازی من شدی، یعنی مصلحت کنن که بینشون گپ گردانی نباشه، جوابی بد گفتن نباشه. باید نصیحت کنه یعنی همسرش عروسش که پدر و مادری من احترام کو، اگر بخوای که من از تو راضی و خرسند باشم باید پدر و مادری من از تو خرسند و راضی باشه. حرکت کنه یعنی برای زنش گویا که از پدرم از اپا و خواهرم به نزد من یگان گپ نیار،
یعنی آیسته آیسته وی نصیحت کنه تا اینکه آینده وی خوب شود. البته اینها در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگذارن که ابتدا پیش از همه کاربار انسان باید چیکار کنه؟ همسرش نصیحت کنه. ابتدا 2 رکعت نماز شکر بخونه دعا کنه در حق یعنی همسرش، در حق حیاتشون، در حق این زندگیشون. بعد از اون همسرش چند نصیحتی کنه برای احترام پدر و مادرش، برای مناسبت و معامله و احترام بین خودشون باید نصیحت کنه. بعد از اون یعنی دیگر کارهاشون ببینن. خب چه برادری سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، به شما سوال داشتم. من در شهر سنت پترزبورگ کار دارم. در اینجا خب حالا روزها خب خیلی دراز است و ما با تقویم این مفتیات شهر تراویح ترتیب داده است روزه را میکشویم. خب 5 دقیقه پیش از وقتی خب تعیین شده. حال باید چیکار کرد؟ ما که از پیش خود نه بلکه با خب برخی از فتواهای علماها میکشودیم و در قسم سوال و جواب شما شنیدم که شما گفتید نادرست است. حالا آنکه تقریبا تا همین روز رمضان با چنین طرز ما میکشودیم. ما مردم عامی باید چیکار کرد؟ بعد رمضان قضا گرفت یا نه؟ و در آخر التماس دعا. خدا نگهبانتون باشه برادر. اکنون برادر عزیز، وقتی شما تقویم های همونجا را رعایت کرده، وقتی تقویم نگاه کنه در این شب و روز، مثلا وقتی تقویم نگاه کنه و بیرون آفتاب نگاه کنه، الحمدلله این شب و روز آفتاب ها یعنی بلند و هواها صاف از دیار هستند. نگاه کنه اگر آفتاب با تقویم مناسب و موافق باشه، یعنی وقتی که در تقویم نشان داده است همون لحظه اگر یعنی آفتاب شینه، البته اون روزه هایی که شما پیش یعنی افطار کرده بودی قضایی نمیگیره. اما نگاه کنه اگر این شب و روز مثلا 5 دقیقه پیش وقتی میبینی شما وقتی به تقویم وقتی افطار شما شده است اما آفتاب نشیشته است، در این حالت صورت یعنی 5 دقیقه پس وقتی آفتاب شینه، شما البته اون روزه هایی که چند روز گرفته به این تقویم ها رعایت کرده، البته اونها را قضا می‌داره برادر عزیز. چون که وقتی افطار کردن بعد از نشستن آفتاب است. وقتی افطار وقتی در آمدن نماز شام است برادر عزیز. به همین خاطر اگر شما چنین کرده باشه، وقت ها را نگاه کرده یعنی موافق یعنی شیشتن آفتاب تقویم نه بلکه شما وقت نگاه کرده افطار کنید برادر عزیز بزرگوارم. خب برادر عزیز که السلام علیکم داملای محترم، میگویند شیطان در تار سر انسان 3 گره میکند در شب خوابش. خب در همین باره یک چیزی میگفته داملو جان. بله برادر عزیز، این در حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است که وقتی انسان خواب است، این حدیث هم بخاری و هم مسلم روایت کرده، حدیث صحیح است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. جناب پیغمبر میفرمایند که یعقد الشیطان على قافیه رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد. گفتن شیطان در حالتی که انسان خواب است در تار سر او 3 گره میکنه. پیغمبر بزرگوار گفتن خب یضرب علی کل عقدة علیک لیل طویل فرقود. در هر یک گره کردگی شیطان میفته که شب دراز از خواب را، یعنی به سوی انسان خواب میفته شب دراز است خواب را میگفته. خب فإن استيقظ فذكر الله تعالی ان حلت عقدة. اما وقت انسان شب بیدار شد، اکنون این حدیث برای فضیلت نماز شب است برادر عزیز. وقتی که انسان شب از خوابش بیدار شد و بسم الله گفت، خدا را یاد کرد، یکی از این گره های شیطان کشاده می شده است. خب فإن توضأ ان حلت عقدة. وقتی از جاش بسم الله گفت و خیس رفت طهارت کرد، در طهارت کردن دویم گره شیطان کشاده می شده است. فإن صلى ان حلت عقدته. وقتی که نماز خوان، یعنی 2 رکعت نماز نفل 2 رکعت نماز شب خوان، یعنی 3م گره شیطان بستگی هوی می شده است. فاصبح نشیطا طیبا نفسی. این شخصیت وقتی سحر می خسته است، چقدر یعنی پاکیزه و چقدر به وقتی خوش، چقدر خوشحال و خرسند و سبک یعنی از خواب بیدار می شده.
و الا اصبح خب خبیث نفسی کسلان. و مگر گفتن اگر این کار نکرد، مثلا شب بیدار شد بسم الله نگفت و نخیز 2 رکعت نماز طهارت نکرد 2 رکعت نماز نخوان، وقتی سحر خیز چقدر وزوین و ناراحت و ناپاک و یعنی سست و بی قوت یعنی بی حرکت بیدار میشد جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب چه برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم دوملای محترم، پیغمبرمون خب کدام ذکرها را بسیاری وقت تکرار میکردند؟ التماس جواب گویید. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدام ذکرها را بسیار تکرار میکردند؟ این حدیث هم بخاری و هم مسلم روایت کردند از حضرت عایشه مادرمان رضی الله تعالی عنها. میفرمایند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکثر ان یقول قبل موته. حضرت گفتن که حضرت عایشه مادرمان صلی الله علیه و سلم گفتن که خب بود جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بسیاری وقت یعنی پیش از موتشون این ذکرها را میگفتن که سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه. حضرت عایشه مادر گفتن جناب پیغمبر بسیاری وقت این ذکرها را یعنی تکرار میکردن، سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه، یعنی اینها را پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بسیاری وقت تکرار میکردن. خب چه برادری سوال کرده السلام علیکم داملا، میگویم بعد نماز استغفر الله گفتن درست نیست، نماز کاری بد نیست کو، برای چی استغفر الله گوییم؟ اکنون برادر عزیز جناب پیغمبر ما این چیزا گفته است، برای چی گوییم برای چی نگوییم باید ما گفتگوزار چنین نداشته باشیم. نماز البته نماز کاری خوب است، اما در نماز انسان کمبودی داره که در درون نماز است فکر دیگه جای نمیره، در نماز است یک مثال فکر و نیت بد میکنی. و همون خاطر انسان 3 بار استغفر الله میگه که تا اینکه خداوند همون کمبودی و نقصانی که در نماز کرده است همونها را خداوند از او پاکیزه کنه و نمازش به عیب و به کمبودی به درگاه به نیازش قبول کنه. این حدیث امام مسلم است که از حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه روایت شده است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا و قال اللهم انت السلام و منك السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام. تا وقتی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نماز بیرون میشدن یعنی وقتی سلام میدادن حضرت 3 بار میگفتن که استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بعد از اون میگفتن که اللهم انت السلام و منك السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام. یعنی که جناب پیغمبر این چیزا میگفتن. وقتی که جناب پیغمبر میگفتن برای ما هم سنت از برادر عزیز بزرگوار که بعد از نماز این را یعنی گوییم. خب برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم داملا، در همین سوال من جواب گوید التماس. شوهر من مگزین دارد، بارش همش قرض گرفتگی، وای باید زکاتش تیاد. اکنون مادر محترمه شوهر شما وقتی که همه باری مگزینش قرض کی باشه و قرضی دار باشه در گردن وای زکات واجب نیست، زکات فرض نیست. زکات در گردن انسان فرض است که صاحب نصاب است، مثلا پولش از خودش است اگرچه یه حصه بارش قرض است اما یعنی از 100,000 از 80,000 زیاد داره از خودش، از همون پولی که از خودش هست از اونها زکات میده. اما پولایی که قرض هستند او از پولای قرضش براش زکات فرض نیست، فقط از پولای خودش یعنی زکات براش فرض است. خب السلام علیکم برادر الله مهربان نگهبانت باشد. من با یک زن عروس پیرانسال مثل دوست بودیم. این زن روس دلار می آورد، من با سوم روسی عوض می کردم. من ناگاه یک روز من به این زن چند سومش را ندادم. این زن از دنیا درگذشت. این زن به دخترش وصیت کرده بوده است که برای من کتاب مقدس الله به من بیارند از ترکیه. دخترش به مرد ترک و به شوهر برآمده است. خب خلاصی گپ مرا وجدانم نورداشت و من این مبلغی ماندگی در این ماه مبارک صدقه کردم از نام این زن روس و این کتاب قرآن کریم را به دست یک آدم دادم خواند به او ببخشیم. من میخواهم فهمم خطا
نکرده باشم. التماس جوابی سوال را انتظارم. الله مهربان نگهدار باشه. اکنون برادر عزیز، شما وقتی که از اون زن چند سوم در دست شما مانده است، وقتی که دخترش حیات است، شما حق نداره که پولهای وی صدقه کنید. شما باید که وی پول، یعنی وارث همون دخترش است و وی پولی که از وی در شما مانده است، وی پول گردانده در دخترش دیه. یک. دوم اینکه در حق زنهای روز وقتی وی ها به ایمان باشند، خیر و سخاوت کردن یا اینکه ختم قرآن بخشیدن درست نیست. در حق اونها دعای مغفرت کردن، دعای رحمت کردن درست نیست، چون که وی ها به ایمان رفتن. برادر عزیز بزرگوار، شما بهترش اون سومی که صدقه کرده و یا ثوابش بختمه میمونه، چند سومی که اون زن در شما مانده بود، همون سومها را یعنی جدا کرده در دست دخترش رسانه، گویا که این سوم مادر شما در من مانده بود، من یعنی او را داده نتوانسته بودم، یعنی در دخترش ادا کنه و اون ختمی که یعنی کردن، اون ختم در حق اون شخصیت نبخشه اگر به ایمان باشه. اما اگر ایمان آورده باشه، شما میتونه که در حقش دعا کنه و ختم ببخشه، یعنی از دنیا به ایمان رفته باشه و اون سومها را حتما شما باید در وارثهاش، در دخترش یا کسی از او زنده مونده باشه، در وارثاش باید اون سوم ماندگی برسانه. برادر عزیز، شما حق نداره که اون سوم وی شما صدقه کنید. خب برادر عزیز سوال کرده: سلام داملای شیرین سخن، بچه من 10 ساله هست، روزه گرفته است. می گفتید که روزه کودک بیگناه چند قدر ثواب دارد و به پدر و مادرش ثواب روزه کودک بیگناه می رسد. خداوند یار و مددگار باشد. برادر عزیز سلامت باشه. اکنون ثواب روزه کودک نابالغ 10 ساله، اگر دخترچه پسر است بچه گفته، یعنی بچه 10 ساله به بلاغت نرسیده است، ثواب او در نامه اعمال پدر و مادرش نوشته می شود. یعنی اون محتاج به ثواب نیست، چون که وی بیگناه است، یعنی مکلف نیست. حالی ثوابش در حق پدر و مادرش نوشته میشه. البته از این ثواب میگیرن پدر و مادرش ان شاء الله رب العالمین. خب سلام داملا، ما در یک کوارتیر زندگی داریم. ما با خزیکه پولی خب مصلحت کردگی را میسپاریم، اما ما میدانیم که خزیکه پول گاز، سویت، آب را خب میسپارد. این به ما و نمازهای ما ضرر ندارد؟ نه برادر عزیز، وقتی شما خطی اون عهد کرده باشه که مثلا در این خانه ما 5000 میتیم یا 10000 میتیم، وقتی که همون پول براش داده دیگه، وای پول گاز میتیه، پول سویت میتیه، هر پولی که دیگه وای برای شما ضرر نداره. برادر عزیز، شما میتونه که از گاز، سویت و آبهاش استفاده بره. خب چه برادر عزیز سوال کرده که مردی که دویم زن میگیرد و هر دی زنهایش را یک نگاه نمیکند، آیا این مرد گناهگار میشود یا نه؟ بله برادر عزیز، انسانی که 2 زن میگیره و هر دی زنهاش یعنی یک نگاه نمیکنه، ناعدلی میکنه، البته این انسان گناهگار میشود. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم اصل در قرآن عدل خداوند بیان کردگی است که یعنی و این خفتم الا تعدلوا فواحدة، در ابتدای آیت است که فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، بس شما نکاح کنید از زنها 2 تا و 3 تا و 4 تا، بس اگر خیف برده که عدل کرده نمیتونه، عدل یعنی هر دش یک نگاه کرده نمیتونه، الله رب العالمین گفتن بعد از اون 1 تا یعنی 1 زن بگیره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای انسان‌هایی که 2 زن دارن عدل نمیکنن میفرمایند که این حدیث ابو داوود و ترمذی و نسائی روایت کردن از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من کان له امرأتان یمیل لاحداهما علی الاخرى جاء یوم القیامه احد شقیه مائل. جناب پیامبر گفتند هر انسانی که 2 زن داره، 2 زن گرفته است، یکی از اونها را نسبت به دیگر زیادتر میل میکنه، دوستداری میکنه، نگهبانی میکنه و نسبت به دیگرش بی‌پرواگی میکنه. این شخصیت گفتن روز قیامت وقتی که میخیزه، خیزانده میشوه، یک بری تنش از کار مانده است، شل است، یعنی یک بری تن بیکار در صحرای قیامت خیزانده میشده است، از روی اینکه خیانت کرده، یعنی عدل نکرده در حق همسرهاش. به همین خاطر خداوند یک بری تر این انسان در قیامت شل میخیزانده است. خب برادر عزیز پرسیده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، داملا جان سنت نماز بامداد را بعد فرض خواندن درست است یا نه؟ خداوند از شما راضی باشد. سلامت باشه برادر عزیز. سنت نماز بامداد وقتش پیش از فرض است. وقتی فرض آمدی به جماعت خواندی،
بعد از فرض سنت بامداد خوانده نمیتونه. اما سنت بامداد یک حالت دیگر دارد. وقتی انسان یعنی قضا کرد نماز بامداد چه وقتی خیست که آفتاب برآمده است، در این صورت باید که هم سنت هم فرض قضایی خوانه. چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشون در خواب مانده بودن، وقتی بیدار شدن یعنی حضرت بلال فرمیدن، حضرت بلال اذان گفتن، هم سنت هم فرض را هر دو را قضایی خواندن. و درباره سنت بامداد حدیث ها زیاد هستند که جناب پیامبر گفتن سنت بامداد از دنیا و از همه چیز دنیا بهتر است. یعنی که سنت بامداد بعد از قضا کردنش انسان باید روزانه قضایی خوانه، اما وقتی فرض خوان بعد فرض دیگه قضا خواندش نمیتوانه.